امروز در خدمت خانم دکتر یاسمن پزشک جی پی در منطقه کوینزلند هستم و سعادت این نصیب بنده بود که در کنار ایشون با هم در مدت حدود 1 هفته تا 10 روز ملک دلخواه ایشون رو در همون کوینزلند خرید کنیم و محبت کردن. در این ویدیو میخوام نظرشون رو بفهمم. سلام خانم دکتر. سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از وقتی گذاشتید. اگر که برای دوستانی که احتمالاً خیلی با در واقع روش کار ما آشنا نیستن توضیحات بفرمایید ممنون میشم. سلامت باشین. من بخوام از اول بگم نحوه آشناییم با شما از طریق یکی از دوستان بود که تجربه کار با شما داشتن، رضایت داشتن. اول پیجتون رو به ما معرفی کردن. ما قصد خرید برای زندگی اینجا رو داشتیم، یعنی قصد سرمایه گذاری قصدمون نبود. دیگه من یکم اول شروع کردم مطالب پیج رو خوندن، مثلا معیارهایی که باید برای خونه خوب چیه، چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم برای انتخاب سابر. و بعد یه مدت طولانی هم ما خودمون داشتیم تو این بازار میگشتیم. ولی خب چون اصلا کلا بازار مسکن استرالیا خیلی متفاوته با ایران، نحوه اصطلاحاتی که میاد، نمیدونم توضیحاتی که میدن، خیلی گیج و گنگ بودیم تو این زمینه. و من مثلا میگم که کاش زودتر با شما هماهنگ میکردیم، زودتر با هم دیگه پیش میرفتیم. دیگه فکر کنم همونطور که فرمودین سه چهار تا گزینه انتخاب کردیم توی سابقای مختلف. تحلیلاتون در مورد که هر کدوم شرایطش چطوریه اینا، تا رسیدیم به گزینه مورد نظرمون که هر دو به این نتیجه رسیدیم که نسبت به قیمت منطقی و خوبه. یه حسنی که کار با شما برای ما داشت خب اینه که خب ما توی این بازار تازه وارد بودیم. مثلا تصورم این بود که قیمتی که توی وبسایت میذارن حداقل من باید از اون شروع کنم و کم کم بالا ببرم. و خب این مزیت این بود که شما با مشورت با همدیگه با ریل استیت همیشه با اون مشاور املاک شروع کردیم به چونه زنی، قیمت رو بالا پایین بردیم به تدریج. و به نظرم خیلی در نهایت قیمتی که بستیم قرار داد و شاید یه قیمتی بود که حتی از آفر اولیه من هم کمتر میشد. و خب این خیلی برای من پوان مثبتی از نظر مالی بود. دیگه یه مدت دیگه همونطور که خودتون میدونید انواع مثلا چطوری هماهنگی با وکیل یا مثلا اینسپکشن، چه گزینه‌هایی رو انتخاب کنیم، ریپورت اینسپکشن، توی همه اینا حتی با توجه به اینکه فکر کنم ما تفاوت تایم زون داره ایالتامون، ولی خب لطف کردین همیشه حتی خارج از تایم اداری هم خیلی در دسترس بودین برای من. و خیلی هم من با اینکه کارم خب به واسطه شغلم خیلی نمیتونستیم تماس با هم داشته باشیم، ولی از طریق وایس، از طریق ایمیل همیشه تونستیم با هم دیگه خوب آپدیت بشیم. و من خیلی ممنونم ازتون بابت این. خیلی بر من ارزشمند بود که خب این تایم حتی خارج از تایم کاری هم تونستم با شما ارتباط بگیرم، سوالایی که داشتیم، شکایی که داشتیم رو با هم دیگه برطرف کنیم. و یه نکته دیگه که مثلا جدیداً هم برای کوینزلند اتفاق افتاده، همین طوفان و سیل اخیری که اومده. من خاطرم هست که مثلا تو تحلیلاتون بود که چطور مثلا حواسمون باشه منطقه سیلخیز هست نیست، نزدیکیش به دریاچه چطوره، از نظر رطوبت نزدیکیش به فرودگاه، یعنی همه پارامترهای مختلف رو با هم دیگه بررسی کردیم. اینطوریه که حتی اگر آدم مثلا یک خونه رو انتخاب میکنه با بدیهاش، حداقل بدونه، یعنی به صورت ناآگاه انتخاب نکنه، بدونه که این مثبتی رو داره، این ویژگی های منفی رو داره، و بتونه به یه جنبندی برسه که حالا با توجه به این قیمت این مناسب هست یا نه. بسیار عالی خانم دکتر، خیلی متشکرم. من اگه اجازه داشته باشم بعضی از عکس‌های ملکی رو که با هم خریدیم اینجا به ویدیو اضافه کنم و دوستان ببینن. خونه بسیار زیبایی است و مطمئنم که شما بعد از خستگی کار روزمره حسابی لذت خواهید برد در اون خونه. ممنونم. بله، خدا رو شکر منطقه خیلی خوبیه و راضیم. قربون شما خانم دکتر، خیلی خوشحال شدم. ان سرمایه‌گذاری‌های بعدی. سلامت باشین. بازم ممنونم ازتون. قربانت، خداحافظ.